خیلی پایین بوده؟ ابر رضا شاه تومن هزینه شده. ببخشید الان مرقد امام چند هزار میلیارد تومان هزینه شده که داره بازم میشه. سلام بچه‌ها، چطورین؟ آقا امروز یه ویدیوی خیلی خاص داریم. چقدر خاص؟ ببین ریاکت که همیشه نباید به موضوع فان باشه، قبول داری؟ یا ریاکت همیشه نباید مثلا به موضوع اینستاگرامی حالا هر چیز دیگه باشه. آره. من امروز می‌خوام مثلا یه ریاکت جداگونه بیارم راجع به شرایط ایران بیشتر. آها. آره. و خیلی از این کله گنده‌هامون که خیلی حرفای باحالی زدن، دوست دارم اینو یه جمع. دوست دارم تو نظرت بگی، منم نظرم بگم. بچه‌هام که می‌بینن اونا هم نظر خودشونو بگن. ممکنه من و تو مثلا یه سری جواب با هم سلیقه‌مون یکی نباشه یا حتی بچه‌ها با ما. خیلی خوبه اینو ببینیم، بعد ببینیم نظرامون چجوری با هم دیگه امتحان بکنیم. بریم. موسیقی همون شرابه. اولین اثرش این است که غیرت رو از رودخانه میبرن. اصلا نفس این آلات موسیقی حرامه. دچار بیماری ضعف اعصاب میشه، شنواییش کم میشه، قلبش آسیب میبینه، بیماری پارانوما به وجود میاد، بیماری مانیک نوع وجود هست. اینا به دکترها دارن میگن والله. موسیقی بیماری قند میاره، کمخونی میاره، غلظت خون میاره، میگرن میاره، یبوست میاره، قولنج روده میاره، ضعف حافظه میاره، ضعف بینایی میاره. مهیج افراطی شهوت یا مهیج عصبانیت یا خشونت. هیجان پیدا کنن، کف بزنن، سود بکشن، به هوا بپرن. این میشه ابتذال. هرچی پای منقل بنشینه، این ور منقل، اون ور منقل، دماغش هم نمیتونه بالا بکشه. موسیقی و تریاک اثرشون روی انسان یکیه، روی روان تاثیر منفی داره. هیچ کس به اندازه موسیقیدان از بهشت خبر نداده که موسیقی اندیشیدن به انسان میده. موسیقی زبان خداونده. همه بزرگان جهان موسیقی رو به عنوان یه هدیه خدایی به بشریت تلقی کردن. الان دو تا دیدگاه مختلف داشتیم دیگه. من یه دیدگاه شنیدم، فقط اونایی که میگفتن موسیقی خوبه، اونا که یه عده پهن هستن که تو مغزشون پهن من منظورم همونا بود. یعنی یه سری اونجوری فکر میکنن به موسیقی، حالا یه عده این ور که حالا مثلا شجریان که بگه مثلا معروف تره. نظر تو چیه اول راجع به موسیقی اصلا کلا؟ هنر برای چیه دیگه؟ مثلا برای مخچه است. اون قسمت مخچه قسمتی که داره باعث تولید هر هنر و هر خلاقیتی میشه دیگه. امیدوارم که اشتباه نکنم. آره. خب. هر چی که مثلا مخچه آدمو بزرگتر باشه، فکر میکنم توانایی مثلا خلاقیت و توانایی تولید آثار هنریشون بیشتره. یعنی اون آدمایی که دارن اینا رو تولید میکنن یک توانایی نسبت به آدمهای عادی مثلا من که هنری تو این چیزا ندارم بیشتر دارن. اصلا صحبت کردن ما موسیقیه. یعنی اگه موسیقی نبود الان من و تو نمیتونستیم با هم، همینم یه آهنگ دیگه، اینم یه موسیقی حساب میشه دیگه. حتی حرف زدن. آره، یعنی اگه من و تو با هم صحبت میکنیم، همین صحبت، همین آهنگ، بالاخره کلمه اختراع شده، ما میفهمیم. مثلا تو یه کلمه میگی آب، من میدونم آب یعنی چی. خود این آهنگ موسیقی. اگه این نبود من و تو نمیتونیم با هم حرف بزنیم. چه ساله. اگه بخوای خیلی بری عقب‌تر بخوای بهش اینجوری کنه، اصلا موسیقی اگه نبود عملا نمونه. حالا جدا از اون، مثلا یه موسیقی تو رو یه دفعه به وجد میاره. بعضی موقع من یه موسیقی یه کاری با من میکنه، با درونم، مثلا یا میرم توی حسی که این حالت رو اصلا نه تو کار میتونم تجربهش کنم، نه نمیدونم تو پیاده روی میتونم تجربهش کنم، نه صحبت کردم با یه نفر دیگه که مثلا دوستش دارم. یه تجربه خاصی که تو موسیقی دارمش. حالا بستگی داره به هر کسی به چه چیزی علاقه داره. شاید یکی با شجریان به اون حالت برسه، من نمیدونم با یه آهنگ موزیکی خارجی اینجوری بشم، ولی موسیقی میتونه اصلا حال تو از این رو برون کنه. نه چجوری میشه؟ مثلا من نمیفهمم. اینا میان میگن موسیقی چی؟ آقا اینا به سابجکت کار میندازه. اینا برای حرف زدن کم آوردن. اصلا یه چرت و پرت میان میگن دیگه. نه اینا میدونی اینا نمیندازن. من احساس من اینه، اینا اون شرایطشون، جایگاهشون با موسیقی ممکنه به خطر بیفته و از ترسشون نمیخوان موسیقی وارد اون چیز بشه. ممکنه اون حریمایی که تو تصوراتشونه که فکر میکنن درسته، موسیقی ضد اوناست دیگه، مثل حجابشون. خودت فکر می‌کنی اینا به این چیزا فکر میکنن؟ خب مخالفتشون بالاخره یه مشکلی با این قضیه دارن که مخالفت. من حس می‌کنم اینا، یعنی من حس می‌کنم هر چیزی که از درون اینا در میاد به ذات اسکلانه است. آره، ولی خب بالاخره باورشونه که موسیقی بده مثلا. خب حالا چرا بده؟ حتما یه آسیبی موسیقی به اون جایگاهش داره میزنه که این باش مخالف.
همون جوری که الان میگن حجاب باید بذاری، مثلا به این چه ربطی مثلا، ولی حجاب مثلا اگه نباشه جایگاهشون به خطر میفته. نه حجاب اجباریه، چون جایگاهشون به خطر میفته. میگن چه کار دارن اینا، این بعدشون میاد هر کدوم 10 تا زن هم دارن، خداشون هم هست از اینجور چیزا. حالا سران مملکت بابا اون ممر رو لولو برد، رئیس جمهور گفتش که بابا جون آبو بریز همونجا که میسوزه. این کشور انگلیس یه جزیره کوچولو در غرب آفریقا، کشور انگلیس یه جزیره کوچیکه تو غرب آفریقا. یعنی بعد این تحصیلاتش خارج کشور بوده دیگه، نه؟ کجا بوده؟ اینو کجا پذیرش دادن؟ نه همون ادعا میکرد که دکترش از کجا جایی فکر کنم، حالا نمیدونم، من اینو مطمئن نیستم. منم ادعا میکنم از استنفورد. رئیس جمهور یه کشور که خب این خیلی کشورها رفت دیگه، تو اون تایم باید میرفت. یعنی هنوز نمیدونی اصلا آفریقا و اینا سفید، اصلا چه تصوری داشتی که آفریقایی انگلیس و آفریقاست؟ بعد این میخواد مملکت رو هدایت کنه. حالا گوش بدید. In Iran we don't have homosexuals like in your other country. همه میخوان رجب رو راجع به اون صحبت کردم. آخه پایین بوده؟ وسط برنامه بالا میشه زیپ. وسط برنامه زنده بوده. اون دیگه اصلا پرچم گذاشتن، این چیز تلویزیونیه دیگه، برنامه تلویزیونیه. حداقل رو تو برگردون مرد. خدایی یعنی اینا رو میرن از کجا پیدا، یعنی وا عاشق مردمم اینا رو پیدا. من عاشق اونا هم که میگن ما فرهنگ 2500 ساله داریم. خب به خدا اینا جز ما نیستن. بعد آقا با 2500 قشنگ‌ترین حرفش اینه، ما 2500 سال پیش فرهنگ داشتیم، از اون به بعد دیگه اینا مثلا این با رئیس جمهورمون بود، این فرهنگمون رو داشت نشون میداد دیگه. این فرهنگ ایران رو داشت به کل دنیا نشون میداد با همین حرکاتش. حالا یه فکت عالی خدایی اصلا به این میگم فکت. شما نگاه کن، یه کشوری در همسایگی ما هست، وسعتش 30,000 کیلومتر مربع، از استان سمنان ما کوچکتره. 30,000 کیلومتر. هیچ کدوم از چشم‌اندازهای منحصر به فرد ما رو نداره، فقط بیابان و شن داره و درآمدش از تجارت غیر نفتیش سال پیش 953 میلیارد دلار بوده. میانگین بارندگیش به اندازه یزده 48 میلیمتر و میانگین دماش به اندازه اهوازه. چگونه اون کشور میتونه 953 میلیارد دلار تجارت غیر نفتی داشته باشه در یه سال؟ من مثال امارات متحده عربی رو برای این زدم که یک کشوری که 30,000 کیلومتر از استان سمنان ما کوچیک‌تره، درآمدش از تجارت غیر نفتیش 40 برابر کل صادرات نفت ماست. چگونه است که امارات متحده عربی میتونه بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان رو به ظرفیت 2 گیگاوات بسازه و تو ایران میگن آقا این زشته کشور تولید کننده نفت و گاز بره تو حوزه استحصال انرژی خورشیدی سرمایه‌گذاری کنه؟ این زشته. قبول داشتی واقعا؟ من اینو نشیده بودم تا حالا. خیلی ببین الان اصلا از هر کسی، حالا خودمون از ایرانیا بپرسید، بگی کشور عربی اونا نفت دارن پول دارن، خب آره. این اصلا هیچ ربطی به نفتشون نداره. خب یعنی همون هم بذاری کنار، ببین جایگاهشون چیه. من یه مطلب جالبی شنیدم، حالا تو هم نظرت بگو. یعنی یارو داشت با یه سری حالا اون فرمول و چیزای حساب کتابیش داشت توضیح میداد، میگفت حتی اگه یه کشور از نفت هم اینقدر درآمد داشته باشه، پادشاهان اون کشور باید انقدر دوربین باشن، یعنی با آینده نگاه کنن و برنامه‌ریزی داشته باشن و انقدر تو ذهنشون یه هدف بزرگی رو تصویر کرده باشن که بتونن، چون کشورهای دیگه هم تو دنیا دارن رقابت میکنن، حالا این غیر نفتیش انقدر، چرا بقیه کشورها نمیتونن برسن به امارات؟ اینا انقدر دیدگاهشون بزرگه. مثلا این که اساسا میگن میخوای پولدار شو، به یه ماشین فکر نکن، به یه کاخ فکر کن که مثلا یه خونه خفن گیریده. مثال دارم میگم، انقدر دیدگاهشون بزرگه. همونایی که ما میگیم اینا چیزن، عربای ملخور یه چیزی داره. اینا که همه حرف ریسیستی ما ایرانی. خب واقعا بعد هم اینا ببین الان به کجا رسیدن، چه جایگاهی هم دارن. من خیلی تو دوست داری بری امارات زندگی کنی؟ من به دبی فکر می‌کنم. آره یادی یه ویدیویی با هم صحبت کردیم، گفتم تو گفتی همه میرن آمریکا، از آمریکا میرن دبی. آره. و من بعدم نمیاد برم دبی. البته نرفتم، نمیدونم اصلا نمیدونم چی. من برای زندگی هیچ کشوری که بیسش مسلمونه رو دوست ندارم. من زیاد برام چیز. آخه اونجا همه چی الان آزاده، قبلا سختی بودن. کشوری که بیسش مسلمونه، ته تهش یه چیزی تو وجودشون دارن، مخصوصا به عنوان یه خانم. من نرفتم، نظری نمیدم. بیسش دین باشه رو، مخصوصا اسلام باشه رو اصلا هیچ وقت دین دارن، ولی خب حالا باز بالاخره اینا مسیحی ان. اینا خیلی اصلا اینا کسی اینا نمیتونی بگی این کشور دینش اینه.
ولی امارات میگن دینش اسلامه. آره من کلا کشور اسلامی مخصوصا اونی که تو خاورمیانه است هیچ وقت برای زندگی من که اصلا کلا حقیقت نرفتم، نمیخوام نظر بدم، ولی خیلی خفنم، کار ندارم، خیلی خفنن اف کورس. دمشون گرم. مثلا من به عنوان کسی که اصلا عربم نیستم ولی این کشور همسایه‌مونه اینجوری داره پیشرفت می‌کنه، من افتخار می‌کنم، دمشون گرم، حال می‌کنم باهاش. شما لبنان نسبت به ایرانی‌ها هم برامون صحبت کنید. واقعا شما که اونجا بودید به عنوان سفیر ایران چطور می‌دیدید این ارتباط رو؟ اولا لبنان بسیار جای مهمی است که اگر می‌خواهید سیاست یاد بگیرید برید لبنان که چهارراه سیاست دنیاست. ها؟ چهارراه سیاست. چه جالب. چه جالب مجری. لبنان از اون جاهاست که به نظرم باید بیشتر روش دقت کرد و رفت جلو. سوال دیگه عرض کردم خدمتتون که دوست داریم بیشتر بدونیم که ارتباط عاطفی مردم لبنان با ایران چطور هست. در یه خاطر خلاصه میکنم. وقتی میرفتم لبنان من در خدمت آیت الله جنتی توی ماشین نشسته بودیم، رسیدیم به دروازه بیروت، سراحی اوزایی اسمشه، خلده اوزایی. خب جمعیت خیلی زیادی اومده بودن، بسیار زیاد. خب بعد ماشین ما به دلیل مسائل امنیتی ضد گلوله بود، سنگین. یه وقتی احساس کردم که دیگه صدای عرابه ماشین نمیاد، تایر ماشینا، ما داریم روی مثلا هوا میریم. نگاه کردم دیدم درسته، با آیت الله جنتی خطاب کردم که آیا این شما هم همین احساس دارید؟ شما نگاه کردن گفتن بله. ماشینا مردم رو سر دست بلند کرده بودن داشتن میبردن. جنسشون هم موتوری میگیرن به نظر من. ماشین ضد گلوله. بعد مردم این ماشین رو باید بگیرن مثلا مثلا 4 تا تروریست مثل شما وقتی میان تو کشورشون چرا باید ماشین رو دست اصلا حالا لبنان، این سوریه هم که دیگه آزاد شد. اصلا اونا تشنن به خون اینجور کسایی که کشورشون رو ویرون کرده دیگه، هم لبنان هم سوریه تشنن واقعا. حالا با مردم ایران مشکل ندارن ولی با اینا که مشکل دارن. متری 1700 دلار خیلی هم نمیشه جوونا، متری 1700 دلار میشه. هر تعداد 2 متر میخواین، 1 متر میخواین، 3 متر میخواین، به نام خودتون بخرین، وقفنامه‌شو به نام خودتون می‌نویسین. این آقا سند از طرف حسینیه به شما داده میشه که این آقا 3 متر زمین، 5 متر زمین، 1 متر زمین خریداری کرده و وقف کرده بر امام حسین با تولیتی که در این وقفنامه هست. آقای ناصر عباسی 4 متر خریدن. خدایا میلیارد به توان میلیارد در دنیا و آخرت بهشون برکت نازل بفرما. آقای محمد باقر حائری 10 متر زمین رو خریدن، یعنی 4300 دلار، یا حالا ما میگیم 5000 دلار. خدایا در همسایگی خود امام حسین خانه هایی که میخواد براش مقدر بفرما. لبخند رو ببین، لبخند رو ببین، حالت چشما رو ببین. خیلی جالبه. میگه شما پول بیارید بدید به ما، متری انقدر زمین بگیرید. چه کجا الان ونکوور متری 1700 نیست. نه این داره زمین اون برای فکر کنم میفروشه. میگه برید بغل امام حسین دیگه. داره مثلا یا زمین یا اصلا زمین اون برم نه این ور فرق نمیکنه. یعنی تو بیا به من پول بده، من برات دعا میکنم که تو نمیدونم بغل امام حسین باشی فلان. چه جوری پوله؟ بعد اینا که میرن میگیرن اصلا من هم موندم. یعنی اینا کی یعنی خدایا بس دیگه. واقعا یعنی ببین من امروز پستی تو اینستاگرام دیدم، رفتم کامنت رو واکنم بخندم. خب دیدم کامنت اینستاگرام دیدم 180 کا لایک داره. خب نزدیک 70 کا کامنت داره. هیچ کس مسخره نکرده بود. همه گفته بودن قربون آقا برم، فدای آقا بشم. اونا از چیزای خودشون سیستم خودشون. من رفتم کامنت رو بکنم که بخندم، یهو دیدم چه خبره. اینا تو چیزای اطلاعاتی اینجوری هم کلی دست داره، خودشون میان کلی داستان داره. شما اسم امیر آقا امیر عزیز چند سالته؟ 6 سالم. 6 سالته. بابا نظر راجع به ازدواج چیه؟ هیچ نظری نداری؟ نه. ازدواج هم نمی‌کنی؟ نه درستو بخون. سلام علیکم. شما اسم چیه؟ امیرعلی. مونیکا چند سالته؟ 6 سال. کلاس چندمی؟ اول. دوست داری ازدواج بکنی؟ دوست داری ازدواج با کی دوست داری ازدواج؟ با کی؟ با ننه تو.
دمشگر خیلی باحال گفت ما ازدواج کنم با ننه تو دیگه. من شنیدم گفت نوید. نه ننه تو. نوید چرا دارم؟ آقا چرا تو باید بچه 6 ساله بپرسی ازدواج کنه؟ نظر ده فجر نمیدونم چی از این جشن شکوفا. همین جشنی که راه میندازن که گدایی کنن که بعدم بزنن به جیب خودشون. خدای خیلی خوب. یه سری یادش گفتم سر کلاس این یه استاد داشتیم با شیخم بود اون موقع که دانشگاه میرفتم گفت که فاطمه زهرا نمیدونم اینجوری بود اینجوری کلی ازش تعریف کرد گفت فاطمه زهرا مردی بود برای خودش بعد منم اون لحظه چرا یه دفعه گفتم من فکر می‌کردم تو الان زن بوده که سر کی داخل آب آوردی اسلام پاکستان اونا رو دهنی میده بشه تبرکه گرفتی چی شد؟ یعنی اون با دهن من نمیدونم این اصلا بعضی موقع این فکر کنم این دیگه از کار افتاده با منم حس می‌کنم مغزشون دیگه کار ندارن جای مغز توش تراشه مثلا چوب باز هنوز یه فایده داره این اسمش چی بود؟ اسم این یادم رفت بابا نوئل این علم الهدی اینطوریه که علم الهدی اینطوریه که زنها رو بکشید خیابان‌ها رو از زن پاکسازی کن باور کن رو بهش بدن تو مشهد از همونجا شروع می‌کنه دونه دونه زنها رو می‌کشن حالا اینجا اگر بیان با این عرب‌هایی که از عراق میان اینها مباشرت جنسی بکنن این ثواب داره به خاطر این از کربلا آمدن فکر کن اینا از کربلا اومدن بعد این ثواب داره یعنی مامانش و خواهرش و زنش و دخترش و اینا رو میبره؟ نه دیگه این حتما برای بقیه نمیگیری برای خودش نیست حتما خب دختر خودش رو کاش اول از همه ببره اونا رو برامونو به اگه مثل خودشم سرخ و سفید باشه که دیگه عربا دوست دارن شما تفکر شما میخواید از مردم ملیت بگیرن شما دوت فاسد رو میگید فلان شما تو تلویزیون چه کاریگری اوشین و جمونگ شناخته شده تر از نمیدونن آریو برزنگ و نمیدونن سورانا و از اولین زن دریادار دنیا که زن ایرانی بود که اسمشو فراموش کردم همین کوروش کبیر رو همه چی رو گرفتید که حتی علامه طباطبایی کوروش کبیر رو پیامبر میدونه یک سریال برای تاریخ ایران درست نشد اعراب ما رو کجا یا ما رو دیندار کردن ما موحد بودیم این مسجد جمعه سالی موحد بودن مردم ما زرتشت بودیم ما کتاب داشتیم ما موحد بودیم کافر اعراب کافر بود پیامبر بزرگ پیامبر رحمت اومد اینا رو از تباهش در آورد از دخترکشی در آورد و همون اونا آمدن به ایران حمله کردن اون همه جنایت هم خودتون میدونید آقای دکتر اومد چه اتفاقی افتاد شعار ندید این همه فکس داره میگه شعار ندید نه اونی هم که داره با این حرف میزنه اونم از خود ایناست فکر نکنم اون یه شخصیت اینجا خوب و بد نیست اونم یکی مثلا اون حالا اومده یکم قشنگتر صحبت کنه دل مردم ببره این کوچرواریه دو نفری که داشتم اونم یه جورایی به خودشونه ولی من نمیشناسم ولی واسه شک میگفت نه اون من میدونم فرق چیه فرق این چیه اصلاح طلبا و اونی که چیه دو تا گروهی که بالاخره جزو پای رهبرن یکیشون مثلا میخواد قشنگ حرف بزنه ولی واقعا حالا کار نداره صحبتاش همه فکت بود راست میگی اون موقع مثلا جومونگو چقدر نشون میداد این سریالا رو جومونگو همه حفظن همه جز من مثلا یادم با بزرگ من 3 بار اون موقع نگاهش می‌کردم گفتم تو برای چی میشی نگاه کنی بعد همه جزئیاتم میدونست تلویزیون فقط اونو پخش میکرد بعد ما اصلا یه دونه فیلم راجع به مثلا کوروش و کبیر نداریم دارن آرامگاهشو میترکنن هزاران مثلا سریال و فیلم ازش بسازن اینقدر مثلا کارهایی که برای حالا نه فقط برای ایران برای اون منطقه چقدر بالاخره آدم بزرگ همه میشناسنش دیگه ولی یه دونه چیز نداشتیم راجبش بعد مثلا چقدر فکت بود یعنی انقدر خوشم اومد گفتم حتما در مورد مختار فیلم داشتیم که هر ماه هر سال یه بار نشون میداد تلویزیون در مورد کوروش هیچی نداشتیم هیچ وقت خلاصه اونا اسلامو آوردن که این یارو بیاد اینا رو بزنه چیه این از زمان پهلوی اینطور شد رضا شاه لعنت الله علیه وقتی آمد جلوی ازدواج موقت رو گرفت و جلوی تعدد ازدواج هم گرفت والا تو عربا مخصوصا تو سعودی دیده شده اونجا یه مرد 4 تا زن تو ماشین همه با هم نشستن همه با هم رفیقن مرد چقدر راحته وقتی یه زن مریض میشه مرد به کاراش دستور نمیخوره اون زنای دیگه میبرن دکتر فوش غیر کشداری به ذهنم نمیرسه که بخوام ریاکت بدم نمیتونم مؤدب باشم خدای ذهن تعطیل نیست 4 تا میگیری موقعی هم بیکار شدی میشینم با هم حکم بازی میکنن دیگه مریضم که شدی تو که مسئولیتی نداری در قبال زنت که مریضه مفت میخورن پولم مفت میاد جیبشون کارم که نمیکنم میگن چرا 4 تا زن داشته باشه وقتی هم که پول مفت خیلی تو زندگی آدم بیاد از مخ تعطیل میشه
فقط شکم و زیر شکمش کار میکنه. این چه لبخندی؟ میمون. انا اعتقد ان اوروبا الجديده هي الشرق الاوسط. این دیدگاه همون دیدگاهی بود که میگفتن. ببین چی میگه. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. این چینی‌ها مرزهای حمل و نقل عمومی و کیلومترها جابجا کرد. یه شرکت چینی یک تاکسی پرنده به اسم اکسپین ساخته که 6 ماه پیش تو دبی آزمایش شد. دبی هم که زرنگ هر چیز خفنی که چین میسازه اولین کشوری که تکنولوژیشون ازش میخره. این ماشین 2 نفر ظرفیت داره 700 کیلو. اگر کسی مرتکب بی‌حجاب شد ابتدا جریمه بشه. اولا این جریمه مستقیما توسط مأمور نیروی انتظامی صورت نمیگیره، سامانه‌ایه. یعنی در دوربین که دیده میشه یا تو فضای مجازی که دیده میشه این جریمه انجام میشه. یعنی 3 میلیون جریمه. این 3 میلیون از حساب فرد کم میشه. اون طرفو دیدی؟ من واقعا ناراحت میشم. واقعا ناراحتی هم داره. طرف میگه مثلا نه تنها مثلا امارات، نه تنها قطر، کویت، هممون باید جوری بشیم که یعنی اروپا رو یعنی این کارو میکنه صدت. همونجوری که تا الان تونستن کارو کنن 5 سال دیگه صدت کار میکنن کل دنیا حسرت میشه میگم وای میشه ما بریم دبی مثلا. بعد حالا ایرانی‌ها میگن حجاب این اول بدید جریمه کنید. خدایی اصلا این تعطیلن یعنی واقعا نمیدونم چی بگم. اصلا خیلی ناراحت میشم. مثلا اینجوری هم که آقا توی اون مملکت توی اون رده های بالا که کاری از دستش برمیاد 1 نفر آدم نیست عقلش کار کنه. همشون از همین دیوونه هرچی دیوونه مثل احمدی نژاد اون که مخش تعطیل تره میاد سر کار. آقا من قانون زبان ایران شعبه گلستان مشهد درس میدادم. میگم خودم دارم میگم آره دارم میگم 1 نفری فقط 1 نفر بین اینا بود که عقلش کار میکرد. اونم میندازم بیرون. میخوام همینو بهت بگم. همشون گاگول بودن بلا استثنا. یک کادر دفتری داغون گاگولی. معلماشون هم تک و توکی خوب بودن ولی اکثرا اونا هم مختل بودن. بعد 1 نفر تو اینا به اسم آقای پارسا بود، آقای خوبی بود، نذاشتن کار کنن. آره خودشون نیست دیگه میندازنش بیرون. ببین مثلا من اونجا معلم بودم، مثلا به هر حال تو داری درس میدی اونجا. خب مثلا طرف میومد خودش عین کلاغ بود قیافش، فوکلتو بکن نه کاکلتو بکن تو. من خب موام همیشه همینجوری بوده. هم موقعی که بلند بود همیشه جلوش یه جوری اینجوری میزدم که از زیر مقنعه اینجوری بیرون بود. کاکلتو بکن تو. چه وضع حرف زدنه، این چه وضع زندگیه. اونا چیز خودشون می‌خواستن دیگه. همون سیستم احمق. تو مایلی کوهن رو نمی‌شناسی؟ مایلی کوهن که می‌شناسی؟ مربی فوتبال. آره خودشم فوتبالیست خیلی خوبی بود. با این فکت این میگه تمام شد. آمریکا یکی بگه مرگ بر ایران یا پرچم رو آتیش بزنن، رئیس جمهورشون، مردمشون. اما ما به اینجا به راحتی میان چیکار میکنیم؟ پرچم آتیش میزنیم، مرگ میگیم. خب همین میشه که الان به اینجا رسیدیم. ما ایراد میگرفتیم که مثلا قبر رضا شاه تومن هزینه شده. ببخشید الان مرقد امام چند هزار میلیارد تومان هزینه شده که داره بازم میشه. بعد اکثر آقایون هم که میبینید ماشاءالله شیشما انقدر شده از نخوریه دیگه. اینا پول شبانه روز اصلا با یه دونه چای شیرین یه خرما اصلا قابل قیاس هست که مثلا مقبره امام با رضا شاه. من دیگه آخر عمرمه هیچ نگران هیچی نیستم. این کجا داره این حرفا رو میزنه؟ دمش گرم، خیلی جرأت داشته بالاخره. تو ایرانه؟ آره دیگه. دمش گرم، آره دمش گرم این حرفو زده. آره کار اصلا با خودش و شخصیتش اینا نداری. در خاطر فوتبال یه سری طرفدارشون یه سری مخالف اصلا با اونش کار نداره. شخصیتش فقط میدونم مربی فوتبال. ولی بابا همه میدونن اینا چی کار دارن میکنن. من نمیدونم چه جوری مردم هیچ کاری نمیکنن، هیچ عکس العملی نشون نمیدن. نه میدونی چیه؟ حالا مثلا من خودم حالا این ریاکت رو داریم میگیم. به نظر من وظیفه هر کدومونه، حالا هر چند تا فالوور داریم، هر کسی که این ویدیو رو میبینه باید یکم آگاه بشیم دیگه. خودمون دور و بریامون رو نگاه کنیم، بدونیم دور و برمون چه خبره. مردم درسته دستشون کوتاهه ولی خوبه هر روز به روز اینا رو بیشتر بشیم. چه اصلا نمیدونم اینا تو کدوم دنیا 1000 سال پیش زندگی میکنن.
شاید اون موقع این تصور خودشون هم میدونن که دارن حرف احمقانه میزنن ولی به نفعشونه که حرف احمقانه. یه عده اونجا یه عده دارن واقعا شوتن اصلا. دارن دیگه واقعا یه عده باور دارن من این چرت و پرت میگن. خلاصه مرسی که نگاه کردید. باید یه جای دست به کارش میذارید. اصلا انقدر حالم گرفته شده نمیتونم بگم اون وامونده سابسکرایب هم بفشارید. متشکرم ازتون که دیدید ویدیو رو. شما هم نظرتون رو بگید. به نظر شما چجوریه این صحبت؟ شما با اون موافق بودید یا نه؟ هر نظری داشتید بنویسید تو کامنت برام. مراقب خودتون. سابسکرایب یادتون نره. خدافظ. باشه خدافظ.